از ضرب المثل ها ترمزه برای ما و ما نمیتونیم پیشرفت کنیم و در ما درونی شده هسته فکری ما. میگن خب از قدیم بوده، خب بوده باشه، درست نیست. بله، از آسمان زر نریخته بر سرش، یا خودش دزد بوده یا پدرش. یعنی هر کی میخواد به ثروت برسه باید دزد باشه، از مسیر سالم که نمیتونه به ثروت برسه. وقتی این ضرب المثل حالا در تو درونی شده و هی تکرار شده، نظام‌های ارزشی تو نمیپذیره و تو نمیتونی به ثروت برسی. یعنی تو باید دقت بکنی چه چیزهایی در تو درونی شده، چه ضرب المثل هایی. همش که درست نیست. نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. بابا درست نمیگن همیشه مردم، خیلی از مواقع دارن قضاوت میکنن. اینها در ما درونی شده و کاربردی نیست، درست نیست. دقت کن دوست خوبم که چه چیزهایی در تو درونی شده، باور شده و جلوی پیشرفت تو رو گرفته.